سرخط خبرهای مهم. آزادی شرطی ارکین روزیف، سلیم انعامزاده در حبس میماند. نامه به پرزیدنت، شکایت ها را به امام علی رحمان میرساند. بایدن بعد حمله به ترامپ بار دیگر خواست فروش سلاح در آمریکا محدود شود. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 ایول. مقامات ازبکستان ارکین روزیف، یک محرر یا ادمین گروه فیسبوکی تاجیکانی ازبکستان را درباره چگونه به صحیفه راه یافتن ترانه افضل شادیف بازپرسی کرده موقتا رهایش کردند. مقامات گفتند روز شنبه هفته روان برای روبرو کردن با سلیم جان انعامزاده سردبیر صحیفه تاجیکانی ازبکستان به شعبه امور داخله حاضر شود. ارکین روزیف روز 14 ایول از طرف کارمندان امور داخله در شهر بخارا بازداشت و به تاشکند برده شد. یک روز پیش از آن روزنامه‌نگار سلیم انعامزاده بازداشت شد. یکی از دوستان ارکین روزیف که نخواست نامش ذکر شود، روز 17 ایول در صحبت تلفنی به رادیو زاده گفت مفتشان از ارکین پرسیدند که با چی راه ترانه افضل شادیف وارد صحیفه تاجیکانی ازبکستان شده است، ولی وی دست داشتنش را رد کرده است. سرود افضل شادیف درباره سمرقند و بخارا سال 2013 پخش شده. به قول مقامات سال 2022 دوباره در صحیفه فیسبوکی سلیم انعامزاده باز نشر شده است. بر اساس یک سند پلیس ناحیه میرزا الاغبک علیه سلیم انعامزاده بر اساس ماده 244 علاوه یک کدکس جنایی ازبکستان پرونده باز کردند. این بند قانون استحصال یا پهن کردن مواد را پیش بینی میکند که به امنیت جمعیتی تهدید میکند. از روی این اتهام بر روزنامه‌نگار تاجیک ازبکستان از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان نوسازی شد و امکانات‌های نو را برای شهروندان و استفاده برندگان فراهم آورد. طور خدماتی علاقه تاجیکستان خبر داده است با استفاده برندگان کامپیوتر، تلفن‌های موبیلی و پلانشت‌ها طرح‌های علاهده سامانه تهیه گردیده خبرها در آنها به طور خاص جایگیر کرده شدند. نامه به پرزیدنت از بخش‌های مهمی سامانه بوده برای تامین رابطه مستقیم و به واسطه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با استفاده برندگان این صحیفه و هم مردم تاجیکستان گفته می شود. در تاجیکستان که از سر وقت بررسی نشدن مراجعت ساکنان از سوی مقامات زیاد شکایت میکنند، بار اول از مراجعت مستقیم آنلاینی با رئیس جمهور خبر داده می شود. برخی از ساکنان در شبکه‌های اجتماعی از این خبر استقبال کرده اظهار امیدواری نمودند که بخش نامه به پرزیدنت شکایت و مراجعت های آنها را مستقیما تا به رئیس جمهور میرساند. اولین مرتبه سامانه پرزیدنت تاجیکستان 5 اکتبر سال 2005 تهیه گردیده دوام این سالها تنها سال 2012 نوسازی شده بود. بهادر نعمت آوازخوان سرشناس و ستاره های درخشان دسته معروف گلشن این شب و روزها 70 ساله می شوند. همکارانمان ارشاد سلیمانی و براد یوسفی به صحبت این آوازخوان که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفتند و سال اولی همکارانمان این بود که به عمر گذرانده و ایجادیات گذشته چی نظر دارند و چی بها می دهند. راستی باوری خودم هم نمی بیاد، چون که دلی آدم همیشه جوان میماند و نوابسته به این سین سال رفتن میگیرد و را من کرده نمی شود. لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیزی که میگن تربیت بدن فرض است و ما باید که همیشه باید خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم. عادتاً بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما به موسیقی رفتید چی بود؟ استعداد بود یا یگان حادثه سبب شد؟ برادر کلانی من مظفر نعمتов نیز بسیار صنعت رو دوست می داشتن که از خودشان
معمار بودن، آرکیتکتر بودن. از دوره مکتبی که سرود میخوندن با رباب، بعد با تار. و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خانه ما هر روز گوش میکردم. با دوستانشان می آمدن سرودخوانی میکردن، در مرکه میخوندم. من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا یگان اسباب دیگر می نواختم و همین خیلی سند در دل من سخت جای گرفت. بیننده‌های عزیز، شکل کاملی صحبت رو در سامانه رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی می توانید پیدا نمایید. دو نوروز به سبب زهرآلودشوی در ولایت ختلون وفات کردند. ابراهیم جان قاسمی 5 ساله و ابوبکر علمشاهی 11 ساله شب 16 به 17 ایول در بیمارستان‌های کلوب و واسه درگذشتند. معلوم نیست که آنها از چی زهرآلود شدند. پزشکان بیمارستان‌های کلوب و واسه با رادیو آزادی گفتند روز 12 ایول احوال ابوبکر علمشاه بد می شود و او را به بیمارستان واسه میارند. با این نوروز سوزند و رو گذرانده به خانه میبرند، اما احوالش باز بدتر می شود. بعد این ابوبکر را به بیمارخانه کلوب آورده بستری کردند و او شب 16 ایول وفات کرد. تشخیص های اول نشان داد که او زهرآلود شده است. ابراهیم جان قاسم یک روز بعد ابوبکر در بیمارخانه ناحیه واسه بستری کردند که شب 16 ایول نیز درگذشت. گفتند از بیمارستان‌های واسه و کلوب. همصحبتان رادیو آزادی گفتند با جز دو نوروز افتیده باز 5 کودک دیگر با گمان زهرآلودشوی در بیمارخانه ناحیه واسه بستری شدند. همه آنها ساکنان دهه‌ای بهارستان این ناحیه هستند. پزشکان میگویند از نوروزان خون گرفته برای تشخیص به دوشنبه فرستادند تا دقیق شود که آنها از چی زهرآلود شدند. زهرآلودشوی و وفات ساکنان در تاجیکستان قبلا نیز اتفاق افتاده بود. در بیشتر حالت‌های زهرآلودشوی که رسانه‌ای می شود، ساکنان از غذای کنسرو شده و دود انگشت زهرآلود می شوند. پرزیدنت آمریکا جو بایدن بعد سوءقصد به جان رقیب جمهوری خواهش در انتخابات پرزیدنتی پیشرو دونالد ترامپ از کنگره باری دیگر دعوت کرد که فروش سلاح نیمه خودکار در این کشور محدود کرده شود. بایدن اشاره کرد که در سوءقصد به جان دونالد ترامپ محض از چنین سلاح استفاده شده است. به سمت ترامپ از سلاح نوعی AR-15 آتش شده شد. این سلاح برای حمله است و با آن آدمان زیاد از جمله کودکان کشته شدند، اظهار داشت او. دموکرات‌ها دیر باز تلاش دارند که فروش آزاد سلاح AR-15 در امریکا منع کرده شود. در بیشتر کشتارهای دست جمعی پر سر و صدا محض از این سلاح استفاده شده است. آنها میگویند برای دفاع از خود این سلاح زیادتی است. جمهوری خواهان از جمله ترامپ ضد محدودیت فروش این نوع سلاحند. هم حزبان دونالد ترامپ با اشاره به اصلاح دومی کنستیتوسیا میگویند مقابلیت شخص مسلح با جنایتکار باثمر خواهد بود. تفتیش سوءقصد به جان ترامپ در پنسیلوانیا که 13 ایول صورت گرفت ادامه دارد. در نتیجه این حمله به جز از پرزیدنت سابق 2 کس زخمی و 1 تن دیگر کشته شد. حملگر 20 ساله توماس کروکس هم پرونده شد. سبب‌های حادثه هنوز نامعلومند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بخشزاده همراه می‌بینیم. 18 ایول سال 1954 با یک قرار شورای وزیران اتحاد شوروی در مکتب‌های میانه این کشور تحصیل آمیخته جاری شد که در یک صنف و یک مکتب خواندن دخترها و پسرها را اجازه داد. تا آن زمان از سال 1943 قرار تحصیل جداگانه دختر و پسرها عمل میکرد، چون به قول مقامات وقت برنامه تعلیم با نظرداشت جنس طلبه مقرر شده بود. 18 ایول سال 2014 با کودکس آدابی سودیه‌های تاجیکستان طلبات حتمی حضور ژورنالیستان در مرافعه‌های دادگاهی وارد شد. با وجود این دادگاه‌های تاجیکستان تا رفت بیشتر بسته می‌گذرند و به خصوص در پرونده‌های جنجال برانگیز و حساس سیاسی نه تنها ژورنالیستان بلکه خویش و نزدیکان و گاه‌ها وکیلان دفاعی عیبدار شونده‌ها همراه نمی‌یابند.
18 июли соли 2017 президенти тоҷикистон тағйироту иловаҳо ба қонун дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро имзо кард ки аз ҳама аъзои ҳукумат талаб мекунад дороиҳои худро дар эъломия гузориш диҳанд. аз ҷумла чунин талабот ба хешовандони мақомот ҳам рабт мегирад, вале як интиқоде ки ҳарчи бештар дар матбуот садо медиҳад ин аст ки гузориши дороиҳоро мақомот ба таври пӯшида аз чашми ҷомеа таҳия мекунанд ва дар ин сурат танҳо дар назди раҳбарияти кишвар ҷавобгӯ мешаванд. ин ба қавли мунаққидон роҳро барои коррупсия боз мекунад. бонки миллӣ арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубл баробар аст ба 120 сомонӣ, 100 евро ба 1166 сомонӣ ва 100 доллар 1066 сомонӣ иваз карда мешавад. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. ахбори аз ин бештарро давоми рӯз дар сомона ва саҳифаҳои иҷтимоии радиозодӣ пайдо намоед. То фардо дар ҳамин вақту соат хайр.